نوری برای زندگی من و تو، هدیه‌ای که خالق هستی برای ما فرستاده. قرآن آرامش قلب‌ها، نوری که قلب‌های تاریک را روشن می‌کند و به قلب‌ها نیرو می‌بخشد و قلب‌های خشک و مرده را آبیاری می‌کند و آن را سرسبز و با نشاط می‌نماید. انسان را از ناامنی به آرامش می‌رساند، از آشفتگی و پریشانی به سرزمین آرامش می‌برد. هرچه بیشتر به سویش بروی و درکش کنی، در آن فرو می‌روی. او تو را به دنیای دیگر می‌برد و روح و روانت را صیقل می‌دهد. آنقدر دیده و عقلت را روشن می‌کند که گاهی اوقات پرده‌های غیبی برایت کنار می‌رود و تو با اطمینان کامل دست‌های مهربانی را تماشا می‌کنی. چه زیباست این لحظه ها، چه پرمعناست و چه آرامش بخش است و تو آرزو می‌کنی که ای کاش همیشه دور از گناه در سایه قرآن بیارامی و از رودخانه زلالش بیاشامی. چه زیباست، چه زیباست لحظه های آرامش در سایه قرآن. همانطور که الله جل جلاله می‌فرماید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. چه خسارت دیده است کسی که این هدیه الهی را نپذیرفت و از آن دور مانده و آن را حس نکرد و از لذتش محروم ماند. نورش را دید ولی به سویش نرفت، سرچشمه زلالش را دید اما تشنه لب ماند. روز و شب تلاش کرد تا به سعادت برسد اما هرگز نرسید. چه تلاش زیانبار و چه غمناک است، چرا که انسان کوردل حق را نمی بیند، در حالی که منبع سعادت در کنار اوست. آیا نمی داند که قرآن روشنگر زندگی است؟ آیا نمی داند که قرآن سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است؟ آیا نمی داند که قرآن داروی هر دردی است؟ پس به دنبال چه می گردد؟ پس کجا به دنبال آرامش می گردد؟ آیا ثروت و پست و مقام کسی را به سعادت حقیقی می رساند؟ نه، هرگز. به خدا قسم هرگز کسی که نور ایمان و قرآن به قلبش نتابد هرگز لذت خوشبختی را حس نکرده است. پس ای جوان، سرمایه زندگی تو قرآن است، فراموشش مکن. به هدیه خالق هستی بی اعتنا مباش، در سایه‌اش زندگی کن تا لذت سعادت حقیقی را درک کنی. يا حامل القرآن قد
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل